که گرگ روزگار بودم، حالا توبه کردم. آهو هم برایم خط و نشان میکشد. آهای کلاغ، برو به آهو بگو که از قلمروی گرگ با احترام عبور کند. شاید شنیده باشی که توبه گرگ مرگ است. گرگی خسته که از نبردهای پی در پی در گوشه غار نشسته و زخمای خود را میلیسد. وای از آن روزی که بیایم بیرون، همه را غار نشین خواهم کرد. سلامتی اون گرگ تیر خورده ای که هیچ موقع از زخم ناله نمیکنه، چون خوب میدونن اگه بناله کفتارها احساس غرور میکنن. زخم خوب میشه، بیناله ما میگریم تمام کفتارهایی رو که سر شکستن غرورمون شرط بسته بودن.